چرا دزدگیر اماکن من پیام نمیده؟ دزدگیر اماکن من تحریک میشه اما تماس نمیگیره. علتش چیه؟ یه قطعی ازش سوخته یا کلا داستانش چیه؟ سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. من رسول صیادی ام و اینجا رسانه آموزش سیستم های حفاظتی و نظارتی TD صیادی. وقتی دزدگیر اماکن سیم کارتی نصب میکنین، این سیم کارتی که رو این دزدگیر یه سری وظایف داره. چی کار میکنه؟ ما وقتی دزدگیر فعال یا غیر فعالش میکنیم از طریق ریموت یا نرم افزار یا هر روشی دیگه، این فعال و غیر فعال به ما پیام میده. یا اگه برق قطع شد یا برق وصل شد به ما پیام میده. اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد و شخصی ورود کرد به اون منطقه با ما تماس میگیره. حالا سوال اینه، یه جایی یه زمانه یه مواقعی پیش میاد که آقا دزدگیرمون پیام نمیده، ما باید چه کارایی انجام بدیم؟ چه چیزایی باید چک کنیم؟ اولین کاری که باید انجام بدیم آقا ببینیم این دزدگیر ما شارژ دارد یا ندارد. این شارژ داشتن یا نداشتنش متاسفانه توی پنل های مختلف متفاوته. گزینه اول میتونیم بریم رو خود پنل دزدگیر، دفترچه‌شو چک کنیم، بزنیم حالا شارژ رو داشته باشیم. مورد دوم از طریق پیامک میتونیم اون دستگاه بزنیم. مورد سوم که اگه از این دزدگیرای جدید باشه توی نرم افزارش میزان شارژ رو میزنه. مورد آخرم آقا همینجوری برداریم یه شارژ 10000 تومانی براش بفرستیم ببینیم آقا کار میکنه یا کار نمیکنه. پس تا اینجای کار گزینه اول باید چک کنیم ببینیم شارژ دارد یا ندارد. مورد بعدی آقا شاید کلا سیم کارت سوخته بود، اینو باید چیکار کنیم؟ قبل از این داستانا اگه دزدگیر اماکن نصب نکردی یا دزدگیر اماکن داری، بهترین کار اینه که اون سیم کارتی که روی دزدگیرت قرار دادی و این نرم افزارش روی گوشیت داشته باشی. نرم افزارش چیه؟ مثلا آقا ایرانسل من داشته باشی، چک کنی وصل قطعه چجوریه. و یه نکته خیلی مهم، سعی کنید دزدگیر اماکنتون رو این سیم کارتی که روی دزدگیر قرار میدی آقا این سیم کارت به نام خودت باشه، نه اینکه حالا یه سیم کارتی بوده هدیه بوده از جایی اومده که حالا بعضی مواقع قطع میشه و مشکل ساز میشه. خب حالا ما باید ببینیم آقا این دزدگیر ما این سیم کارت کار میکنه یا کار نمیکنه. یکی از روشاش اینه که آقا با اون شماره تماسی که داریم یعنی ثبت کردیم، مثلا من ادمینم شماره اول تماس میگیرم اون سیم کارت، ببینم میزنه خاموشه یا رد تماس میکنه یا اشغال میکنه یا بوق میخوره. تو دزدگیرهای مختلف واکنش متفاوته. اگه گفت خاموشه چی میشه؟ دو تا گزینه میمونه، یا سیم کارت سوخته یا اصطلاحاً GSM دزدگیره مشکل داره. اگه سیم کارت سوخته باید چیکار کنیم؟ میایم در پنل باز میکنیم، برق رو قطع میکنیم، یه دونه باتری داره باتری رو جدا میکنیم، سیم کارت رو در میاریم، میذاریم توی گوشی موبایل دیگه، چکش میکنیم ببینیم سیم کارت سالمه یا نه. یه نکته هم اینجا باید داشته باشین، بعضی از دزدگیرها حرارتی که ایجاد میکنن یه مقداری بالاست. این سیم کارت یه مقداری خم میشه و این سیم کارت نمیچسبه با اون پین های GSM. اینم یه نکته‌ایه که حالا خالی از لطف نیست اینجا اومدیم شما بدونید. خب دزدگیر رو زدیم، سیم کارت رو در آوردیم، زدیم چک کردیم سیم کارت هم سالمه. اینجا چی میشه؟ متاسفانه GSM دزدگیر شما مشکل داره. باید چیکار کنیم؟ باید بازش کنیم، بفرستیم بره شرکت از طریق تکنسین یا نمایندگی بره اونجا تعمیر شه برگرده. پس تا اینجا یه کار اگر دزدگیرمون پیام نداد بعد چیکار کنیم؟ اولین گزینه و شایع‌ترین گزینه که خیلی پیش میاد شارژ سیم کارتی که روی دزدگیر هستش، این با هوا کار نمیکنه، باید شارژش کنید دیگه. مورد بعدی تماس میگیریم، اگر خاموش زد که بعد بریم سیم کارت رو چک کنیم یا GSM مشکل داره. اگرم روشن بود که باز برمیگرده با همون شارژ سیم کارت دزدگیر اماکنمون. تا اینجا اومدیم نکته پایانی. اگر دزدگیر اماکن قرار نصب کنید حتما این نکته مد نظرتون باشه، نرم افزار دزدگیر به شدت مهمه. اگه دزدگیرتون نرم افزار با کیفیتی داشته باشه، بروز داشته باشه، خیلی از این مشکلات و چالش‌ها رو شما ندارید. یا علی.